بازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین که امسال روسیه را در آزمون معتبر موسیقی قاره اروپا ایورویژن 2021 نمایندگی میکند به مرحله نهایی یا فینال این آزمون رو یافت. نخستین سبقت نیم نهایی یا نیم فینال آزمون شام 18 می در شهر روتردام هلند برگزار شد. منیژه اجرای ترانه‌اش با نام راشن وومن را با لباس شبیه ماتریوشکای روسی سر کرده و سپس از ماتریوشکا بیرون جهیده با پیراهن سرخ نقش و نگارش برگرفته از چکن تاجیکی تماشابینان و همه را به وجه آورد. طراح شناخته تاجیک نفیس امرانووا قبلا گفته بود که این پیراهن سرخ با نقش و نگار چکن را برای منیژه او دوخته است و منیژه با استفاده نقش و نگار چکن میخواهد تاکید کند که او یک نماینده مردم تاجیک است و چکن تاجیکی اسلوب اروپایی لباس پوشی را زینت بیشتر میدهد. همراه با منیژه رقیبانش از نروژ و اسرائیل نیز به مرحله نهایی رو یافتند. مرحله نهایی ایورویژن شب 22 می بعد معلوم شدن همه داوطلبانی که به این مرحله راه می‌یابند برگزار خواهد شد. شانس منیژه برای پیروزی در این آزمون معتبر بلند شمرده می شود چون که کلیپ ترانه او راشن وومن با نزدیک 11 میلیون تماشابین تا امروز پرتماشابیننده ترین ترانه در یوتیوب کانال رسمی ایورویژن دانسته می شود. انتخاب منیژه باعث نماینده روسیه در ایورویژن 2021 در جامعه روسیه موج واکنش‌های منفی از جمله از جانب برخی شخصیت‌های شناخته را به وجود آورد. بدبینان خود این را که روسیه را در آزمون اساسی موسیقی اروپا یک زاده تاجیکستان نمایندگی میکند زیر شبهه گذاشتند. منیژه سنگین اقرار کرد که چنین معرکه گسترده بدبینی را بعد انتخابش همچون نماینده روسیه در آزمون ایورویژن انتظار نداشت. او گفت مناسبت بدبینانه به پیروزی او همچون یک نفر زاده تاجیکستان نشان میدهد که مشکل ملتگرایی و بیگانه بدبینی در روسیه در سطح جدی وجود دارد.